بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، زیادی از شما درباره نماز عید زنها و آیا قضا خوانیم یا نخوانیم و این چنین درباره روز عرفه که چه کارها باید کرده شود و درباره دسترخوان عیدانه پرسیدید و من هم خواستم درباره این سه چیز کوتاهک همراهتون صحبت داشته باشم. اولا شکر الله یگانه که مایان را به این روز رسانید و فردا ما روز عرفه داریم، روزی که پروردگار بنده هایش را در نزد فرشته ها تعریف می کند و می گوید اینها به خاطر چی اینقدر دارند امروز عبادت می کند. و حتی در حدیث آمده است که یدنو منهم، پروردگار به بنده ها نزدیک می شود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند خیر الدعاء دعاء یوم العرفه، بهترین دعا، حدیث در ترمذی هست که این دعای روز عرفه هست، یعنی بهترین دعایی که میکنید این دعای بهترین روز عرفه است. ولی پیامبر در دوامش میگویند و خیر ما قلت انا و النبیین من قبلی، و بهترین دعایی که من و پیامبران پیشتر میگفتیم این است که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم در این روز که اجابت دعاها هست و همون گونه که به شأن پروردگار زیبنده است و به قدرت و به عظمت و به بزرگی خودش لایق است به بنده ها نزدیک می شود، پیامبر این دعا را می خواندند و گفتند دیگر پیامبران هم همین دعا را می گفتند لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. و این چنین عزیزان در این روز روزه داشتن کفاره گناه های 2 ساله هست. سبحان الله، 1 ساله نه، هم گناهایی که 1 سال پیش شده بود هم گناهایی که 1 سال بعدی می آید. حدیث در صحیح مسلم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند یکفر السنه الماضیه والقابله، یا اینکه والباقیه، ببخشید، این روز عرفه 1 سال پیش و 1 سال بعدی گناه ها را کفاره میکند و باید فردا را با روزه گذرانیم تا به این ثواب نائل شویم. و بعضیا میگن چی نیت دارد؟ عزیزان گفتید فردا روز عرفه روزه میگیرم، یعنی شما یگان قصد قضا گرفتن ندارید، این الکی عرفه حساب می شود، یک نیت مخصوص ندارد. یکی بیدار نشده موندیم، علل خصوص در این شبهای کوتاه تابستان، سحرخوری که از شرط های روزه نیست، همین که امروز نیت کردید که پگاه روزه میگیرم همین کافی می باشد. و چیزی دیگر در نماز عید است. نماز عید را یک فکر خطای در ما هست که گویا که برای زنها حتمی نیست و حتی مکروه است. این گونه یک فکر کلا غلط هم هست، در حالی که در ما حدیث در صحیح بخاری است پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث ام عطیه که میگفتند تمام زنها، حتی زنهایی که حایضه هستید، بیماری زنانه دارید، به نماز برایید، نماز نخونید هم از نمازگزاران یکم دورتر می ایستید، اما دعای مسلمان ها و تکبیر و ذکر مسلمان ها را شاهد می شوید، یعنی شریک می شوید در دعای مسلمان ها که روز عید دیگر می دانید رمز اسلام و شعار مسلمین هست. برای همین برای زنهای مسلمان رفتن به نماز عید سنت است، اگرچه مثل مردها فرض نباشد هم، اما پیامبر، بعضی علما میگن حتمی است، چون پیامبر گفتن زنهای حایضه هم به این نماز برایید، به این نماز برایید، همه باید به این نماز اشتراک کنند. و ام عطیه میگویند از ما پرسیدیم که پیامبر الله بعضی ما لباس برای عید ندارن، یعنی میدونید لباس زنی مسلمان باید کاملا پنهان باشد، ستر عورتش. پیامبر گفتن از یگان خواهرش گرفته پوشیده براید، این لباس نداشته باشی من نماز نمیروم، نگو لباس یگان خواهرت رو پوش به نماز برای همین بعضی علما میگن حتمی است که زنها هم براین. اما زنها برآمده نتوانستند یا اینکه مسجد از خانه ها خیلی دور است، چیکار کنیم؟ در ما آثار حضرت انس است که حضرت انس اگر به نماز عید نمی رفتن یا مدت از عمرشان که در دوری با خویش و تبار خود با فرزند و نبیره ها زندگی میکردند، خودشان همراه خانوادهشان نماز عید میخواندند. برای همین در نزد تمام علما کسی که نماز عید رفته نمیتواند در خانه همراه اهل و عائله‌اش نماز عید را همان گونه که امام میخواند، انا در اینجا ما در میمونیم که نماز عید چه خیلی خوانده میشود، نماز عید را همان گونه که امام
میخواند بخواند. چه خیلی که مثلا در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه امام الله اکبر گفته نماز رو شروع میکند، سپس 3 بار دیگر الله اکبر الله اکبر الله اکبر میگوید و بعد از این سوره فاتحه و یگان زمی سوره میکند، بعد به رکوع میرود، بعد به سجده می رود. به دویم رکعت وقتی که برمیخیزد الله اکبر گفته برمیخیزد، بعد از این سوره فاتحه میخواند و ضم سوره میکند، بعد از این باز 3 بار الله اکبر الله اکبر الله اکبر میگوید و 4م بار الله اکبر گفته به رکوع می رود. یعنی در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه این طور خوانده می شود. اما در دیگر مذاهب امام الله اکبر گفته نماز رو شروع میکند و 7 بار الله اکبر الله اکبر الله اکبر 7 بار میگوید، سپس سوره فاتحه را میخواند، ضم سوره میکند، بر رکوع میرود، به سجده میرود و برمیخیزد و یعنی الله اکبر گفته خودش برمیخیزد دائمی این. بعد از این 5 بار دیگر الله اکبر الله اکبر الله اکبر تکبیر میگوید و سوره فاتحه میخواند و سوره ضم میکند، بر رکوع و به سجده میرود. همین یعنی نماز عید عیناً مثل 2 رکعت نماز بامداد است، بلند خوانده میشود بعد از آفتاب برآمدن. فقط در مذهب ابو حنیفه در رکعت یکم و دوم 3 تایی زیادی الله اکبر تکبیر داریم، در دیگر مذهب ها 7 تا در رکعت یکم، 5 تا در رکعت دیگر داریم. یعنی یکی به نماز رفتن علاجش نبود از اینکه از مسجد خیلی دوریم یا یک دیر شدمان که خداوند نخواهد که دیر نشود، چون این نماز در 1 سال 2 بار می آید، می شود در خانه خان و حتما زنها هم بروید، چون پیامبر امر کرده بودند که لباس نداشته باشی لباس خواهرت را پوشیده رو. و آمدیم به دسترخوان ایدانه. خواهران عزیز، عزیزانی که بنده رو میشنوید و میبینید، دسترخوان ایدانه داشتن، خانه رو فضایی ایدانه کردن، خرسندی کردن، اینها همش در روز عید جایز است. پیامبر صلی الله علیه و سلم ایام و اکلی و شربی و ذکر الله میگویند، روز خوردن و نوشیدن و یاد الله، ذکر الله برابر این تکبیر گفتن و دعا و ذکر کردن است، اما تا اندازه که به اسراف و به خودنمایی نرود. میدونیم که اسراف در شریعت گناه است و الله میگوید ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسرافکاران از برادران شیطان هستند. تا اندازه نباید دسترخوان باشد که اسراف شود و در این هوای گرما خوراک ها دیگر به پرتافگاه روند، یا اینکه برای خودنمایی من از اون بهتر کنم، همه دیده دسترخوان مرا چشمشان کلان شود. نه که خیلی میدونید شرک اصغر است ریا، وقتی که برای مردم ما کاری رو انجام میدهیم. برای همین در این مسئله خیلی باید این دو چیز رو به اسراف راه ندادن و خودنمایی نکردن را رعایت کنیم، علل خصوص زنها. چیزی دیگر عزیزان، یکی از سنت های گم شده در بین ما این است که فردا از روز عرفه از نماز بامداد شروع کرده تا 4م روز عید تا وقت شام باید تکبیر گفته شود. تکبیری که در نزد تمام علما سنت مؤکده است. بعد از هر یک نماز الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد گفتن، چی برای زنها چی برای مردها این سنت مؤکده است. الله میگوید واذکروا الله فی ایام معدودات، شما در این روزهای با شمار الله را زیادتر ذکر کنید. و صحابگان، چه عبدالله ابن مسعود باشد، چه عبدالله ابن عمر باشد، چه دیگر صحابه ها باشند، چه پیامبر صلی الله علیه و سلم این تکبیرها را ترک نمی کردن. یعنی فردا از بعد از نماز بامداد شروع میکنیم، بعد از هر یک نماز فریضه تا 4م روز عید تا بگاهی، بعد از هر نماز باید این سنت را ترک نکنیم که اجر و ثوابی به پایان دارد. این بود عزیزان صحبت کوتاه من همراه شما. تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. پروردگار از یکایک ما عملهای صالح همان را قبول کند. تا عید دیگر پروردگار زندگی ما و شما را، ایمان ما را، عملهای ما را به بهترینش خودش تبدیل دهد که او بهترین تبدیل دهندگان است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.